وقتی سنگ و چوب و آهن و شیشه با دنیای ذوق و هنر ایرانی قاطی می شود، حاصل آن مجسمه هایی می شود نماد هنر و فرهنگ ایران زمین. این مجسمه ها حاصل کار 2 ساله مجسمه سازان جوان ایرانی است که در دومین 2 سالانه مجسمه های شهری تهران به نمایش گذاشته شدند. کاری که ملاحظه می‌کنید تلفیقی از کار سنت و مدرنیته. سعی کردم از خوشنویسی نستعلیق، در واقع عروس خوشنویسی ایرانی استفاده بکنم. در واقع نستعلیق و شکسته نستعلیق یه فرم اصلیش و متنی که داره برگرفته از منشور کوروش هستش. یه فیگوری که روی نردبون نشسته و داره آسمون رو رنگ میکنه. رنگم که انتخاب کرده رنگ آبیه. این مجسمه حامل یه پیامیه در مورد آلودگی محیط زیست و آلودگی هوایی که اخیراً هم تهران دچارش شده. این 2 سالانه با موضوع آزاد برگزار شده و مجسمه سازان علاوه بر اثر پیشنهادهایی هم برای جانمایی این مجسمه در سطح شهر ارائه کردند. با این پیوندیت انجام شد که بتونه هنرمندان پیشنهادهای مختلف شخصی خودشونو برای فضاهای مختلف شهری ارائه بدن و توشون آثار زیادی دیدم که بسیار خوب بسیار به درستی متوجه اهمیت مجسمه در شهر و پیشنهادهایی که مناسب فضاهای شهری میباشه درش تعداد زیادی تا حالا برخورد کردم. تعداد آثار ارائه شده در این نمایشگاه از استقبال خوب هنرمندان از این 2 سالانه خبر می‌دهد. حدود 800 تا طرح از هنرمندان مختلف رو در مرحله ثبت نام جذب کرده و بر اساس انتخابی که توسط شورای انتخاب آثار صورت گرفت، در نهایت حدود 200 اثر به بخش نمایشگاه 2 سالانه راه پیدا کرد. بخشی از این مجسمه ها به زودی به همت شهرداری تهران در اندازه واقعی ساخته و در نقاط مختلف شهر نصب خواهد شد. امیر شایانمهر، خبر جام جمع، محل برگزاری 2 سالانه مجسمه سازی شهر تهران.